خدا قوت هم شهریان عزیز سبزواری، مردم خونگرم سبزواری، شبای سرد پاییزی و زمستانی و مخصوصا این برودت هوا که بسیار سرد و استخوانسوز و مخصوصا شبای سردی برای مردان و زنان کارتونخواب و بی خانمان و متکدی هستش. اینجا محل مرکز ساماندهی معتادین بی خانمان و متکدیان شهر سبزوار که حدود آمارش 230 نفر امشب که بستری شدن در این شبای سرد ساماندهی شدن و انشالله امید به خدا، من امیدم به شما مردم در این شبا هستش که بخشی رو شما کمک کنین. اگر چنانچه از این همدردای عزیز ما در سطح شهر در کنار گوشهای خیابون یا حاشیه‌های شهر دیدین و بی جا و مکان بودن توی این سرما بیرون نمونن، با ما تماس بگیرین. شماره موبایلمو گذاشتم، یا با شماره 137 شهرداری تماس بگیرین. حالا درسته که شهرداری حدود 21 ماه شهردار محترم هزینه‌های مرکز ما رو 40% شو پرداخت نکرده، ولی ما هنوز پابرجا هستیم که انشالله این مشکل هم برطرف بشه، ولی ما هنوز بر عهد خودمون هستیم و پابرجاییم که انشالله این اتفاق بیفته، هزینه‌های ما رو هم بدن که ما بتونیم یک مقداری بیشتر این بچه‌ها سرویس بدیم. امید به خدا منتظر این هستیم. اگر چنانچه در حاشیه شهر کسی رو دیدین بی خانمان بود، متکدی بود، کارتون خواب بود، نمیدونم زایاتی بود، هر کسی که مردان و زنان جا و مکان نداشت برای خواب و سرگردان توی شهر بود، حتما با ما تماس بگیرید. موبایل میذارم، یا با 137 شهرداری تماس بگیرید، به ما اطلاع بدین. من در شبانه روز گوشیم روشنه. انشالله امید به خدا بچهای گشت سیار آسیبای اجتماعی مونم فعالن در این شبها که امید به خدا اگر چنانچه کسی در حاشیه شهر سرگردون بود با کمک شما ما بتونیم اینا رو سامانشون بدیم، یک پناهگاهی برای این شبها مخصوصا تو این سرما بهشون بدیم که هیچ اتفاقی برای این دوستان در این شبها نیفته. و اگرم خودتون زحمتی نبود میتونین به مرکز غربالمون، خیریه غربالمون در محل آرامستان انتقال بدین و اگرم مشکلی بود حتما با من تماس بگیرین، ما خودمون بچه‌ی گشتمون میفرستیم و این انتقال رو انجام بدیم. انشالله امید به خدا که شهرداری هم هزینه‌های این مؤسسه رو پرداخت میکنه و ما یک مقداری دستبالمون بازتر میشه تا بتونیم خدمات بهتری به این عزیزان بدیم، چون بالاخره 20 ماه هم مقدار ماه سنگینه که انشالله این مشکلات اداری هم برطرف بشه، این اتفاق بیفته که ما بتونیم به این عزیزان بی خانمان بیشتر سرویس و خدمات بدیم. خیلی ممنون و متشکرم.